را از صمیم قلب تشکر. نه یوازې د دنیا بلکې د آخرت اجرم ګټله. هر څوک به چې د جومات ته راځي ان شاء الله تعالی تاسو زحماتو د خدای بر جل شانو تاسو ته اجر غواړي. ستانکزی صاحب یو خاص لیست ماته وړاندې کړي چې ټول هم چې خاص زحمتونه ویستلي دي تقدیر سي د ټول کابل په استازیتوب د ټول افغانستان په استازیتوب باندې درنه مننه کوم. یک افتخار بزرگ تاریخی ما، یک گنجینه عظیم ما در حال آخری مراحل تکمیل شدن است. مسجد عیدگاه که نامش است به مردم تعلق داره. من که 7 ساله و 8 ساله بودم حال حضرت دمیجه میمون نماز عید دیجه میخوان و کل مردم کابل دیجه و مخصوصا جای افتخار ماست که اعلان استقلال ما را قهرمان ملی ما غازی امیرامان الله خان از امیجه داد. امروز احیای مجدد ازی و مردم کابل و مردم افغانستان پیام تداوم و تحول است. تداوم که ارزش‌های تاریخی ما، ارزش‌های ملی و اسلامی ما دوام داده میشه و تحول به این معنا که هر چیزی که خراب شده نه تنها آباد میکنیم ان شاء الله تعالی دچند بهتر میسازیم. و همچنین پیام ما برای کل ولایت افغانستان است که آرزوی ازیر داریم که مثل مسجد عیدگاه واره یک مسجد عظیم‌الشان در هر ولایت افغانستان وجود داشته باشه. مساجد دیگه ما از مسجد پلخشتی که جناب بلیغ صاحب مسئول هستند تا مساجدی که امروز زیر احیا هستند و نو میشن، مسجد شریف هرات تاریخی ترین مسجد افغانستان، کلی از این انشاءالله تعالی موجب ازی خواهد شد که نسل‌های آینده ما به گذشته درخشان اسلامی ما و به عقاید ما خانه خدا، خانه کل مردم افغانستان است و ما برای برحق هستیم. هر کسی که انفجار و انتحار میکنه در مقابل مردم خاصتا در مساجد و مردم ملکی ما واقعا بیخبر است. از خداوند جل شانه توقع داریم که مردم را که برای غلط رفتن دوباره در آغوش جامعه ما بیاید. تشکر.